مخالفت اپوزیسیون ارمنستان با کوریدور ترانزیتی آمریکا در قفقاز. ائتلاف سیاسی هیستان به رهبری روبرت کوچاریان رئیس جمهور پیشین این کشور که اکنون به عنوان یکی از جریان‌های اصلی و کلیدی اپوزیسیون وارد کارزار رقابت‌های انتخاباتی شده با اتخاذ موازی قطع پروژه جنجالی مسیر ترامپ موسوم به تریپ را مورد انتقاد شدید و علنی قرار داد. این پروژه ترانزیتی که تحت حمایت و هدایت مستقیم آمریکا قرار دارد با هدف تأمین مسیر ارتباطی میان جمهوری آذربایجان و منطقه خودمختار نخچوان از طریق خاک حاکمیتی ارمنستان استان سیونیک در دستور کار قرار گرفته است. کوچاریان اظهار داشت امروزه آمریکا در شرایط تقابل با ایران قرار دارد. با این اوصاف شما چگونه تصور می‌کنید که واگذاری کنترل مرزهای حساس ارمنستان و ایران به یک شرکت آمریکایی اقدام منطقی است؟ آیا واقعاً چنین تصمیم را عادی و پذیرفته می‌دانید؟ تهران چگونه این اقدام را ارزیابی و تحمیل خواهد کرد؟ از مقامات ایراوان می‌خواهم که حداقل برای یک لحظه خود را در جایگاه ایران قرار دهند و از زاویه دید تهران به این تهدید امنیتی نگاه کنند.